طبق حلنامه‌ای که دادگاه ناحیه باباجان غفورов روز 4 ایول صادر کرد، سند حقوقی خانواده پولادوف برای استفاده از 1001 زمین پرزیدنتی لغو شد. به گفته اعضای این عائله، آنها این زمین را 30 سال پیش همچون قطعه پرزیدنتی برای استفاده به مهلت از دولت به طور قانونی گرفته بودند. اما حلنامه وکده خواندن که میخوای سرتیفیکت حقوقی یعنی استفاده برای زمین ما بیکار کرده شد گفته. من آره عدالت نه، همه منی دکومنت ها همه 100%. من با خدا خواهد ما وای کنیم با بالاتر با و میبرویم مراجعت میکنیم. عبدالله جان پولادوف پدر خانواده در زمین‌های کشاورزی ناحیه 60 سال همچون دهقان، راننده تراکتور و بریگادیر کار کرده است. به گفته او دولت این زمین را برای بهتر کردن شرایط خانواده به فرزندانش داده بود. ولی در سال 2020 به آگاهی و رضایت آنها مقامات ناحیه آن را در اختیار بختیار شریفوف گذاشتند. همین قصابی من نلوک میتیم، زمین به کار میکنم، زمین به بچه‌ام به من رسولیش به میخورونم میپوشونم. امروز با اومده این زمینی بیکار شده باشد، پرزیدنت برای من زیب دادن نشد. رئیس سابق ناحیه ظریف نظیری و حالا رئیس ناحیه فرخار در شرح این قرار خود گفته است بختیار شریفوف در این زمین میدانچه ورزشی، کارگاه قنادی و منزل استقامتی خواهد ساخت. دادرس محمدالله ضیازاده دعوا را سال قبل به سود بختیار شریفوف حل کرد. اکنون سیرم بگزاده این خانواده را از حق استفاده از زمین محروم ساخت. اما دادرسان و مقامات محلی همیشه از صحبت با خبرنگاران خودداری کردند. در ماه مارد مقامات خواستند حکم دادگاه قبلی را اجرا کنند و زمین را در اختیار بختیار شریفوف گذارند، ولی ساکنان محلی و عائله پولادوف ها اعتراض کردند. 4 سال است عصبام ویران 4 سال است میدویم. این سیخ قنادی شود دو وایشای اینجانده راه نیست یکمش. دویمش آبی نوشاکی گذاشتگی اینجا آبی نوشاکی هم ممکن محروم میشیم. اشکالی ضرر میرسانده همسایه ها. خود شریفوف در جای حادثه نبود ولی نماینده‌اش راضی نشد درباره این طرح با ما صحبت کند. عبدالصمد قاسموف کارمند ثبت اموال غیر منقول در ناحیه هم نخواست صحبت کند. چون این دعواها مخصوصا بر سر زمین‌های به اصطلاح پرزیدنتی در ناحیه باباجان غفورов زیاد شده است. رئیس ناحیه میگوید از حدود 70 قضیه در این مورد شمار به دادگاه ارسال شده است. قانونشکنی بسیارش گفتیم که ما در سالهای پیش آمده ایستاده و همش وقتی که کشادن اما گیره کشادن این پیش میآید و جنایت خواهی نخواهی حاضر مواد چی در ما میپرسند. ما رئیس کمیته زمین کمیته بقایدگیری زمین هم ایمینا میپرسند. یک پرابلم کلان شده که اعتراض میکنن ما قرار میبروریم ما بیکار میکنیم. با بین 2-3 ماه میبینی که سود کاغذ آورد که با ما گرفتیم زمین ما. انا اینا برای همین حوزی ما شما دیگه جواب پوره داده نمیتونم. میبخشه سر کلابه مونه گم کردیم. خب این سرتیفیکت ها های من مونده. رئیس کنونی ناحیه باباجان غفورov میگوید سال گذشته دهها سند رئیسان قبلی در مسئله زمین را بیکار کرده است. یعنی باز دهها خانواده دیگر مثل خانواده پولادوف ها سرسان و سرگردان شدند. کارشناسان میگویند نظام دادگاهی در تاجیکستان مستقل نیست و فساد گسترده مانع از اجرای عدالت می شود. فرزا محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفورov.